دو تا قطعه اگر خراب بشن ماشینت یا روشن نمیشه یا بد روشنی پیدا میکنه. تا آخر ویدیو رو ببین، خیلی به دردت میخوره. ماشینتو گذاشتی تو آفتاب و بعد از چند ساعت اومدی استارتش میزنی روشن نمیشه. به نظرت مشکل از کجان؟ بیا تا بهت بگم. این قطعه بهش میگن شیر برقی کنیستر. اگر خراب بشه ماشینتو تو آفتاب بذاری بعد چند ساعت دیگه استارت بزنی روشن نمیشه. و یه تستی هم که داره، میای اینجا داخل دستگاه شیر تخلیه کنیستر رو میزنی، بعدش دستتو میذاری روش و باید فعال بشه. الان داره دستمو میلرزونه، قطع وصل میشه، تون تون داره مکش میکنه. خب حالا دومین مورد چیه که ماشینت بد روشنی پیدا میکنه؟ وقتی استارت میزنی ماشینت با 2 تا استارت روشن میشه، عیبش میتونه از فشار شکن پمپ بنزین باشه. الان این پمپ بنزین پژو ولی فشار شکن روی همه خودروها هست و میتونی اینجوری تستش بکنیم. اینو وصل میکنی، این تستر فشار پمپ بنزینه، وصلش میکنی و ماشین رو روشن میکنی. الان اومده روی 3.5 بار. خب الان ما 3.5 بار داریم، فشار پمپ بنزینمون 3.5 باره، یعنی پمپ بنزین سالمه. ماشین رو خاموش کن. ماشین رو که خاموش میکنی، اگر فشار از 3.5 خیلی اومد پایین و به 0 رسید، به 3 هم برسه اشکال نداره، به 2 هم برسه اشکال نداره، ولی باید وایسه. اگر وای نساد و به 0 رسید، یعنی یا این فشار شکنه خرابه یا شلنگای پمپ سوراخ شده و اگه سوراخ بشه فشار بار رو میکشه پایین، از اینجا به 0 میرسه و بعدش ماشین با 2 تا استارت روشن میشه. چرا؟ چون تا بخواد استارت بزنه و فشار پر کنه بیاد رو 3.5 طول میکشه. حالا شما بگو عیب بعدی چی میتونه باشه که ماشین بد روشنی پیدا میکنه؟ اینجا توی کامنت ها بنویس و اینو برای همکارات بفرست چون خیلی لازمشون میشه.